روزی عده‌ای از کودکان مشغول بازی کردن بودند. حضرت موسی از کنارشون عبور می‌کرد که کودکی گفت: ای پیامبر خدا، ما می‌خواهیم مهمانی بگیریم و خدا را به میهمانیمان دعوت کنیم. میشه از خدا بخواهی در میهمانی ما شرکت کند؟ موسی گفت: من به خدا میگویم ولی نمیدانم قبول می‌کند یا نه. موسی به کوه طور رفت و مشغول به عبادت شد، ولی از خواسته کودکان چیزی نگفت. خداوند فرمود: ای موسی، آیا صحبتی را از یاد نبرده‌ای؟ موسی به یاد قولش با کودکان افتاد و خواسته کودکان را گفت. خداوند فرمود: فردا همه قوم را جمع کن و بگو میهمانی بگیرند و من هم خواهم آمد. مردم میهمانی گرفتند و غذا درست کردند و منتظر ماندند تا خدا بیاید. سر ظهر گدای ژولیده‌ای به دروازه شهر آمد و تقاضای لقمه غذایی کرد. به او گفتند: از اینجا دور شو که خداوند قرار است بیاید، و آن گدا را از خود راندند. مدتی گذشت و باز منتظر ماندند تا خدا بیاید، ولی دیدن از خدا خبری نیست. مردم خشمگین شدند و به موسی از بعد قولی خدا نالیدند. موسی به کوه طور رفت تا علت نیامدن خدا را بداند. موسی پرسید: خدایا چرا نیامدی؟ خداوند فرمود: ای موسی، من آمدم ولی کسی مرا تحویل نگرفت. من در ظاهر یک گدای ژولیده آمده بودم، ولی مرا از خود راندند. یادتون باشه به انسان‌های مستحق کمک کنید، چرا که از زبان خدا سخن میگویند.